ورای زیبایی صورتهای بیرونی حقیقت دیگه‌ای هم هست. چیزی که نمیشه نامی بر اون نهاد. چیزی وصف ناپذیر. حقیقتی قدسی که در اعماق وجود توه. هر جا که زیبایی هست این حقیقت درونی می‌درخشه. آیا تاکنون به آسمان پرستاره و بی‌منتهای شب نگاه کردی؟ آیا با دیدن آن همه شکوه و جلال و آرامش حیرت نکردی؟ آیا تاکنون حقیقتاً به صدای جویبار در دل کوه گوش دادی؟ یا به صدای آواز خوش پرنده در یک غروب تابستانی آرام؟ هوشیاری نسبت به این چیزها مستلزم خاموشی ذهنه. باید برای یک لحظه کوله‌بار شخصی دغدغه‌ها، گذشته و آینده و همه دانسته‌های خود رو زمین بگذاری. در غیر این صورت نگاه می‌کنی اما نمی‌بینی، گوش می‌سپاری اما نمی‌شنوی. حضور کامل تو لازمه. این حقیقت زمانی خودش رو به تو نشون میده که حاضر باشی. آیا این حقیقت بی‌نام و نشان و حضور تو یکی نیستن؟ آیا این حقیقت میتونه بی حضور تو باشه و احساس بشه؟ به دل این حقیقت شیرجه بزن. خودت اون رو کشف کن. با تمرین و تکرار مدیتیشنه که میتونی در لحظه حال قرار بگیری و طعم خوش حضور در لحظه حال رو بچشی و کشف کنی.